روزنامه جمهوریت در عرفه سال نو میلادی با تحفه‌های ارزشمند عیدانه و دیگر مواد نیاز اول و خوشنود نمودن تربیت گیرندگان مؤسسه دولتی مرکز دستگیری مادر و کودک رقم 2 شهر دوشنبه شرفیاب شد. تربیت گیرندگان مرکز خصوصا با دیدن خلطچه‌های پر از شیرینی گوناگون بالیده گشت. واقعا مقصد از تشریف ما با مرکز که با هدایت سرمحرر روزنامه قربانعلی رحمانزاده انجام پذیرفت، لحظه با دست آوردن دل طفلکان مسئول بود. بابا بسی بیاید خودنجی بیجاید خودی نسبوچه ها برای ما بچگان. مرکز دستگیری مادر و کودک رقم 2 شهر دوشنبه یکی از مؤسسه‌هایی است که کودکان تا 6 ساله یتیم، نیم یتیم، بی‌پرستار، کودکانی را که والدانشان در محبسند یا بیماری روحی دارند و تعلیم و تربیت فرا گرفته است. این کودکان که در مرکز در 6 گروه تعلیم و تربیت میگیرند اصلا به چیزی نیاز ندارند. جای زیستشان گرم است و آزاده، خوراکشان نرم، 1001 نوع بازیچه و لوازمات دیگری که برای هوشمند و بالا بردن ذوق زیبایی پرستیشان مساعدت می‌نماید فراوان میباشد. البته مربیه‌های مرکز هم با آنها خوش معامله‌اند. یگانه چیزی که طفلکان مرکز نیاز دارند توجه و محبت است که ما و شما باید به آنها ارزانی بداریم، هرچند جای محبت مادر یا پدر را محبت دیگری عوض کردن نمی‌تواند. طوری شما قبلا آگاهی داشتید ما از اداره روزنامه جمهوریت در دایره سیاست اجتماعی دولت امروز تصمیم گرفتیم که به این مؤسسه برای این کودکان تعلیم گیرنده تحفه‌های سالی نو تقدیم کنیم و ما از آن قناعتمند هستیم که طبقه‌های نیازمند، کودکان و یتیمان بی‌پرستار همیشه تحت غمخواری دولت قرار دارند و زیر توجه پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارند و ما هیچ یکی از اینها را بی‌پرستار و یتیم گفته نمیتوانیم، چون که پرستار اینها شما هستید، پشتیبانشان دولت است و ما این سال دوم است که تصمیم گرفتیم که محض به همین مؤسسه شما حاضر شویم و سال نو را یکجا با شما و با همین کودکان تجلیل نماییم. سال نوتان مبارک باشد. واقعا غمخواری دولت و حکومت خصوصا پیشوای ملت نسبت به آنهایی که از نوازش پدر و مادر بر وقت محروم شده‌اند نظررس است. راهبر دولت همیشه سر آنها را سیله می‌نمایند و برایشان بهترین شرایط تعلیم و تربیت را فراهم می‌آورند. پرزیدنت مملکت که در همه سفرهایشان به شهر و نواحی مملکت نخست به عیادت یتیمان و بی‌پرستاران می‌روند تاکید می‌کنند من هیچ وقت یگان یتیم را در نیمه راه نمی‌مانم، می‌آموزانم، تربیت می‌کنم و به حیات مستقلانه گسیل می‌نمایم. خوشبختانه امروزها با پیام‌های خود جناب عالی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عاید دستگیری یتیمان، بی‌پرستاران، کودکان معیوب داشته و عائله‌ای که در حالت دشوار زندگی هستند برآمدهای خیلی بنیاز می‌کنند که برای دستگیری همین کودکانی از پدر و مادر دور مانده و عائله‌ای که به آن نیاز دارند خیلی سیاست خود روانه کردند و جناب عالی به همه شهروندان، به همه خلق جمهوری تاجیکستان ابراز نمودند که همین خیلی آدمانی که در شرایط پس زندگی هستند آنها را دستگیری نمایند و هم وقت کمک خود را رسانند. ما خرسند از آن هستیم که امروزها در عرفه سال نو میلادی از جانب بسیار شخصان ثروتمند و بسیار شخصان سرپرست با مؤسسه دولتی مرکز دستگیری عائله و کودک رقم 2 شخصان خیرخواه تشریف می‌آورند و کودکان ما را با شیرینی‌ها، با تحفه‌ها و تبریک می‌نمایند. اداره روزنامه آینده نیز چنین ابتکار خیرخواهانه را در پیروی به مؤسس خود پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ادامه می‌دهد. حقا که بزرگان فرمودند هر که خنداند یتیم خسته را باز یابد جنتی در بسته را. مرکز دستگیری عائله و کودک یکی از مرکزهایی می باشد که در آن کودکان یتیم، نیم یتیم، بی‌پرستار، کودکانی که از پدر و مادر محروم گشتند و کودکانی که پدر و مادر در محبس یا اینکه بیماری روحی دارند در اینجا تعلیم و تربیت فرا گرفته است. کودکانی در 6 گروه تعلیم و تربیت میگیرند و این کودکان به یگان چیز نیاز ندارند. امروز سطح نگاهبین و سطح پرستش کودکان در درجه اعلی همگوی می شود، چون که کودکان ما از هیچ کم نیستند. فقط به این کودکان مهر و محبت، دلبستگی عائلوی پدر و مادر نمیرسد.
мураббиёне ки дар ин ҷо кор ва фаъолият мекунанд онҳо мураббиҳои дар дараҷаи олӣ мебошанд ки ба кӯдакон ҳама рӯза аз рӯи реҷаи рӯзи корӣ аз рӯи машғулиятҳое ки ба кӯдакони боғчаҳои умумӣ вобаста аст кор ва фаъолият менамоянд. Инчунин маъмурияти муассиса, директори муассиса ва ҳамаи ҳамшираҳо духтурони атфол дар хизмати ҳамин тифлакони ятиммонда ҳастанд ки онҳо метавонанд ҳама рӯза аз саломатии онҳо, аз нигоҳубини онҳо, аз хӯрокаи онҳо бохабар бошанд. Ва ман гуфтанӣ ҳастам ки имрӯзҳо кӯдакони мо ятим нестанд. Чӣ хеле ки шумо гуфтед, онҳо ятим нестанд, чунки онҳо сарпарасти онҳо худи ҷаноби олӣ, худи давлати Тоҷикистон, худи раиси шаҳри Душанбе мебошанд ки ҳама вақт онҳоро сарпарастӣ мекунад. Имрӯз мо низ аз номи ҳамин тифлаконе ки дар ин ҷо омаданд шуморо рӯзномаи ҷумҳуриятро миннатдорӣ баён мекунем ва соли нави мелодӣ ба шумо низ табрик бошад. дар ҳақиқат чанд лаҳзае ки кормандони мо дар ҳузури ин тифлакон буданд шодии онҳоро интиҳо набуд. шеър хонданд, зери оҳанги фораму қалбошӯб рақсиданду шодӣ карданд, мо низ бо онҳо ҳамроҳ шудем.